سلام، من آفرین هستم، معلم یوگا. خوش اومدید به روز هفتم از چالش یوگا قبل از خواب. امروز برای انجام دادن آساناها به یک آجر نیاز دارید. اگر آجر ندارید میتونید از یک دونه بالش استفاده کنید. بالش کوچولو میتونید از این استفاده کنید. یه دونه یا دوتا کافی هستش. ممنون میشم که این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید و بریم سراغ جمله انگیزشی امروز. شب برای رها کردن است. شب برای رها کردن است. بسیار عالی. بریم به پشت دراز بکشیم. به پشت دراز میکشم. پاها رو توی شکمم بغل میکنم. گودی کمرم رو روی زمین احساس میکنم. میتونم خیلی آروم، خیلی آهسته بدنم رو هدایت کنم به سمت راست، به سمت چپ. بدنم رو رها و ریلکسش میکنم. اگر انقباضی توی کمرم ایجاد شده در طول روز، از بدنم رها بشه. بسیار عالی. کف پای چپم رو میذارم روی زمین. پای راستم رو آروم و آهسته صافش میکنم. چند لحظه نفس میکشم. دستم یا روی رانمه یا روی ساق پامه یا انگشتای پای راستم رو گرفته. دست چپم رو میذارم روی استخوان لگنم از سمت چپ. خیلی آروم در حد توان پای راست رو بازش میکنم به سمت راست. حتی پای راست میتونه خم هم باز بشه به سمت راست. هیچ اشکالی نداره. در حد توان اجازه میدم که بدنم رها و ریلکس بشه. اجازه میدم رها بشه جسمم. شب برای رها کردنه. بسیار عالی. پای راستم برمیگرده. پای چپم رو آروم و آهسته صافش میکنم. پای راستم رو خم میکنم. با کمک دست چپ پای راستم رو میبرمش به سمت چپ. اینجا کامل کمر میتونه جدا بشه. دست راست صاف و رهاست. نگاه رو میدم به شانه راست. یه پیچ خیلی خوب توی بدنم ایجاد میکنم. رها میکنم جسمم رو. امشب برای رها کردن است. شب برای رها کردن است. برای رها شدن است. عالی. آروم و آهسته. بسیار عالی. برمیگردم و رها میکنم پای راستم رو. عالی. این بار پای راستم رو از زانو خم میکنم. بسیار عالی. پای چپم رو صاف کنم به سمت بالا. برای لحظاتی نگهش میدارم. گودی کمرم رو روی زمین احساس میکنم. اگر پای چپ صاف نمیشه هیچ اشکالی نداره. پای چپ میتونه خم باشه، میتونه پایین تر باشه، هیچ اشکالی نداره. بریم جسممون رو رها میکنیم بدون هیچ فشار، بدون هیچ انقباضی. اجازه میدم تا جایی که بدنم با هم همراهی و همکاری میکنه انجام میدم آساناها رو. دست چپ یا روی ران چپه یا روی ساق پای چپه یا انگشتای پای چپ رو گرفته. دست راست روی استخوان لگن از سمت راست. آروم پای چپم رو بازش میکنم به سمت چپ. پای چپ میتونه حتی از زانو هم کم باشه. هیچ اشکالی نداره. در حد توان تا جایی که بدنم با هم همراهی و همکاری میکنه میخوام بدنم رو رها و ریلکس بکنم. جایی هیچ فشار و اجباری وجود نداره برام. در حد توان. عالی. بسیار عالی. خوب
پای راستم رو صافش میکنم، پای چپم خمه. آروم و آهسته پای چپم رو میارمش به سمت راست، دست راست روی پای چپه، دست چپ به عرض شانه بازه، نگاه به شانه چپ، کمرم کامل میتونه از روی زمین جدا بشه. بدنم رو رها و ریلکس میکنم. عالی، بسیار عالی. آروم و آهسته از وضعیت خارج میشم. بسیار عالی. یه دونه بالش یا یه دونه آجر میذارم زیر باسنم. عالی، قشنگ زیر باسن قرار میگیره. پای چپم رو صاف و کشیده روی زمین قرار میدم. پای راستم رو میکشم توی شکم. بدنم رو رها میکنم. عالی. بسیار عالی. رها میکنیم پای راست رو. پای چپ رو آروم و آهسته توی شکمم بغلش میکنم. بدنم رو شل و رها روی زمین قرار میدم. نفس میکشم. عالی. و رها میکنم. آجر رو خیلی آروم از زیر بدن خارج میکنم. کف پاها روی زمینه. خیلی آروم پاها رو میبرم به راست، پاها رو میبرم به چپ. خیلی آروم و آهسته بدن رو وانهاده تر میکنم. بدن رو رهاتر میکنم. شب برای رها شدن است. شب برای ریلکس شدن است. شب بدنم رو شل و رها میگیرم بدون هیچ انقباضی. عالی. بسیار عالی. پا رو آروم و آهسته صافشون میکنم. بسیار عالی. میتونم اینجا از یه بالش استفاده کنم یا میتونم از یه آجر استفاده بکنم. آجر رو میزنم کنار در نزدیکی باسن. آجر هم میتونه این مدلی قرار بگیره، هم میتونه این مدلی قرار بگیره، هم میتونه این مدلی قرار بگیره. عالی. بسیار عالی. یا میتونم 3-4 تا بالش بزنم پشت بدنم در تماس با آجر باشه. عالی. آروم آهسته رها میکنم. نفس میکشم. بدن شل رها. عالی. آروم آهسته از وضعیت خارج میشم. بسیار عالی. امروز با هم دیگه برای به پایان رسوندن امشب 3 بار اون رو تکرار میکنیم. چشمامون رو میبندیم. دستان مقابل قفسه سینه به حالت نامسته.
Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Namaste. امیدوارم یوگای بسیار خوبی داشته باشید، خواب بسیار پرکیفیتی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. اگر سوالی هست، اگر پرسشی هست، از من توی کامنت ها بپرسید، من حتما راهنماییتون میکنم. نماسته.